رخستنا آثوری یا دیمقراطی گف و گرتنا دیبستانا سریانی لی دیرکه جعالی پیاده و بتوندی شرمزار دکه و دبیجه او یک لدیجی هبونا پیکهاته یا سریانیه. لدخمانیه که در رخستنا آثوری یا دیمقراطی گوت روژا سیشمه هفته طباخا 2018 دسته یا پرورده یا ریوبری پیاده هشیارنوی سکرادستی ریوبری دبستان سریانی یا تایبت لدریکه کر و تیده گفاگرتنا دبستان ددما 24 دمجمیران دادا لجیر برپرسیارتیا یاسایی او جی به بهانه یا دوری راستی و لوژیکه که دبیجه و دبستان مولد ددما یاسایی ده ورنگرتیه و ربازن ویجی نه به اریکرنا دسته یا پرورده یا پیاده نه. بریانها همان گفو هشیارنویس را دستی دبستان سریانی لدربیسیه جی کربو. رخستنا آثوری دازانین که دبستان تایبت ین آثوری لی سوریه جعالی دولت سوریه و جسالا 1935 و مولد کرینه و خوندکارن کرد و عرب و پیکاتین دن سرباری خوندکارن سریانی آشوری و تحوینن. رخستنا آثوری دداخویانی خوده بریارا پیاده بتوندی شرمزار کر و گوت که او بریار ارمانجا پیکاته سریانی دیکه و فشارکه بهتر لسروی پیکاته دیکه و برواجی ادعایم پیاده به دیمقراطیه و ارمانجاویه که تکدانا پروسه خوندنیه و بپاربونا خوندکارن همو پیکاته یان جبردوام کرنا خوندنا خویه بریا فرض کرنا ریبازن ایدئولوژ کری. لکردستان سوریه پیاده دستانیه سردبستان نور بازن خواه فرض کرنه که او ریباز جعالیه آلین سیاسی و ریباز ناسان و وکر ریباز نه نرکو پیکو ایدئولوژ کری سرباری نفرمی بون و اعتراف بناف دکن.